салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба барномаи ахбори озодӣ. Шалои Гулхоҷа ҳастам. дар хидмати шумо имрӯз 9 сентябр атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем дошт. таҷлили пуршукӯҳи ҷашни 30-солагии истиқлолият бо раҳпаймоӣ дар пойтахти Тоҷикистон ва консерти дона. тиру шалоқи толибон азми занони Афғонистонро шикастан наметавонад ва чӣ гуна бонвони афғон дахолати хориҷиёнро сабаби норомиҳо дар кишвар медонанд. افغانستان یک کشور مستقل آزاد هست و همیشه می باشد. مرگ بر اثر درد قلب بود یا شکنجه؟ شبهه پیوندان یک ساکن شهر خوجند که برای بازپرسی به شعبه پلیس برده شد ولی تن بی جانش را بازپس دادند. امروز از مستقلیت توجیکستان رسو 30 سال می‌گذرد. جشن استقلال امسال در کشور در مقایسه با سالهای گذشته با شکوه‌تر برگزار می‌شود. 9 سپتامبر در مرکز شهر دوشنبه راهپیمایی برپا شد که به گفته مقامات در آن بیش از 30,000 نفر اشتراک کردند. برای شرکت مقامات کارمندان نهادهای دولتی، دانشجویان و حتی مکتبخوان‌ها را جلب نمودند. در نظر است که شام امروز در نوروزگاه پایتخت مراسم فرهنگی دایر شود. طی چند ماه اخیر صدها نفر از جمله دانشجویان پایتخت به این چاره‌بینی آمادگی دیدند. بعضی از آنها در گذشته گفتند که مسئولین دانشگاه‌ها آنها را تهدید کردند که اگر در مارشروفکا و یا چاره‌بینی‌های به مناسبت جشن استقلال اشتراک نکنند از دانشگاه اخراج می‌شوند. در افغانستان با وجود تهدید و زوری طالبان روز 8 سپتامبر تظاهرات زنان ادامه یافت. اعتراضهای زنان که طالبان آنها را از بسیاری حقوق انسانیشان محروم کردند در شهرهای هرات، مزار شریف و قندوز صورت گرفت. طالبان هم در تظاهرات بیرحمانه زنان را لط‌وکوب و پراکنده نمودند. با وجود تیراندازی و شلاق زنی تظاهرات زنان افغان به ضد طالبان زیاد می شود. آنها با طلب حمایت حقوق خویش به خیابان‌ها می‌روند و از کسی هم نمی‌ترسند. 7 سپتامبر یک تظاهرات بزرگ زنان در کابل را با تیراندازی به هوا پراکنده کردند. تظاهرگران به ضد پاکستان هم شعار می‌دادند چون به قول آنها ISI خدمات جاسوسیش به طالبان کمک میکند. ما آیسا را نمیخواهیم که برای ما حکومت بسازد. افغانستان یک کشور مستقل آزاد هست و همیشه می باشد. اما هیچ وقت خواهان پاکستان در کشور ما نیستیم. پاکستان از افغانستان بیرون شود و مداخله‌های خود بند بسازد بالای افغانستان. تظاهرات نه تنها در کابل، در مزار شریف هم بود. رادیو آزادی با فرشته موحد یکی از تظاهرگران صحبت کرد. امشب ما در یک گروپ از خانمایی که هستیم، ما حتی گفتیم برابر یک چادر ما جای آن باشه ما از وطن خود باید دفاع کنیم. ما خودم 2 طفل دارم، 2 طفل خود قربانی از وطن میکنم، خود قربانی از وطن میکنم. وقتی اینقدر جوانای ما شهید شده، ما چرا شهید نشم؟ فرشته میگوید طالبان کارخانه لباسدوزیش را بستند. ما چیز ما امروز بسته کردیم. پس بنا خودتان ببینید که خانمی که چندین جای کار میکرد امروز در خانه شیشته. پس مثل ما واری چقدر خانم‌های دیگر در خانه است. ما تقریبا 15 فامیل همراه ما کار میکردن. تظاهرات روز 8 سپتامبر در کابل ادامه کرد و این ویدیویش به دستی رادیو آزادی رسید. در شهر قندوز گروه از زنان برقپوش به نشان حمایت از طالبان راهپیمایی کردند. امید مرزبان خبرنگار رادیو آزادی میگوید این نسل زنان افغان از حقوق خویش دست نمیکشد. آنچه ما می‌بینیم بیانگر تغییرات است که افغانستان در 20 سال گذشته داشت. دستاوردهایی که زنان افغان از آنها میگویند. ما آن را در کوچه‌های کابل می‌بینیم که چگونه زنان دلیرانه روبروی طالبان می‌ایستند و حق خویش را طلب می‌کنند. آنها جان خود را در خطر می‌گذارند. شاید تعقیب شوند، ولی با وجود این دلیرانه به کوچه می‌روند و شعار می‌دهند و حق خود را طلب می‌کنند. and chant slogans and seek their rights. طالبان با رسیدن به قدرت وزارت امور زنان را از بین بردند و به جای آن وزارت امر معروف و نهی منکر تأسیس دادند.
20 سال پیش در همین روز احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان و از چهره‌های شناخته توجیکان آن سوی آمو کشته شد. او را دو تروریستی القاعده در نقاب ژورنالیست به شهادت رساندند. در تاجیکستان هم از احمدشاه مسعود خاطره‌های خوبی به یاد مانده است، به خصوص خدمت‌های او برای برقراری صلح در تاجیکستان. حالا پسر احمدشاه مسعود مقابل طالبان جبهه مقاومت را رهبری می‌کند. مومن احمدی موضوع را ادامه می‌دهد. به این طفل که روزی 7 سپتامبر در دوشنبه به دنیا آمد مسعود نام گذاشتند. مادر و پدر او میگویند نام به شرف احمدشاه مسعود پدر و احمد مسعود پسر گذاشته شد که هر دو رمزی ننگ و ناموس و آزادی اند. پدر 20 سال پیش 9 سپتامبر سال 2001 در یک حمله تروریستی کشته شد. پسر حالا برای حفظ ننگ و ناموس و سرزمینش قد افراشت و با راه پدر رفت. پدر او را به خاطر سهمش در قهرمانی نایاب است. میخواست که صلح کنه، چی در افغانستان چی در تاجیکستان، چی افغان است و تاجیک است، میخواد که صلح شود و مینه نیوای همین به تمام همین قمینه نداشت. نمیشناسم بچه بچه جوای همیشه میسورگا و می چی خلق بود توجیکو دا اینا بود پنشیر حاضر جنگ رفته سر افغانستان دا. برای توجیکو چیکار کردگی است؟ توجیکوی تاجیکستان چیکار کردگی است؟ بسیار توجیکوی همه تاجیکستان وقتی همه چی را بسیار خوبی کردگی و اوکی وقتی چی بود که بود دا جنگ شهروندی بود و همه رفته بود همه بسیار خوبی چی کردگی دستگیری کردگی خلق توجیکان. احمدشاه مسعود قهرمان افغانستان است، لیکن خیلی برای توجیکا خیلی در یوردن کشای خوب کردگی استقلالیت از سال 93 تا 96 خیلی توجیکا رو دستگیری کردگی است. شاید نظر ساکنان دوشنبه شدیم، ولی شما بینندگان عزیز اگر نظری دارید درباره احمدشاه مسعود لطفاً برای ما نویسید. برنامه را با خبر و گزارش‌های دیگر پی می‌گیریم. در ازبکستان از 6 سپتامبر امسال دادن ویزاهای الکترونی را به خارجی‌ها بس کردند. وزارت کارهای خارجی ازبکستان خبر داد که قطع ویزاهای الکترونی به کار اصلاحی در نظام ویزادهی مربوط می‌باشد. ویزاهای الکترونی به شهروندان کشورهای خارجی داده می‌شد که ازبکستان با آنها ترتیب ساده رواق را برقرار کرده است. این گونه ویزا را شهروندان خارجی دسترس می‌کردند که با هدف‌های سیاحی و به مهلت تا 30 روز وارد ازبکستان می‌شدند. میرویم به شمال تاجیکستان. یک ساکن شهر خوجند ادعا دارد که کارمندان پلیس شوهرش را بازداشت و بعد از 15 ساعت جسدش را به آنها دادند. نزدیکان آتاجان ددابویف 53 ساله باور دارند که او شکنجه شده است، اما مقامات این را رد می‌کنند. در گذشته نیز حالت‌های جای داشتند که ساکنان این یا آن منطقه بعد بردن به شعبه پلیس به هلاکت رسیدند. جزئیات بیشتر در گزارش مولارجب صوفی. نزدیکان آتاجان ددابویف بر رادیوی آزادی گفتند روز 31 آگوست ساعت 9 دو نفر با لباس ملکی به منزلشان آمده سرداری خانواده را با خود بردند. به گفته فاطمه زاکر و همسر آتاجان ددابویف، این دو نفر که بعداً فهمیدند کارمندان شعبه مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته هستند، حتی به شوهرش اجازه عوض کردن لباس را ندادند. فاطمه زاکر و گفت که پسرش تا بگاه در نزد بینای شعبه مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته شهر خوجند منتظر برآمدن پدرش بود و نصف روزه برای او خوراک هم برد، ولی به گفته زاکر و مقامات تا بگاه شوهر او را جواب ندادند و گفتند که او را بازپرسی دارند. فاطمه زاکر و گفت که بعد از 15 ساعت بازداشت شوهرش، یعنی ساعت 11 آگوست، مقامات به آنها زنگ زده گفتند که به بیمارخانه بیایند و به گفته فاطمه زاکر و در آنجا فهمیدند که شوهرش آتاجان ددابویف
وفات کرده است و مقامات با او گفتند که سبب مرگ شوهرش بیماری دل بوده است. هرچند این ساکن خوجند میگوید که شوهرش هیچگاه بیماری دل نداشت. مقامات تا حال رسما این قضیه را شرح ندادند. تلاش‌های دو روزه ما برای گرفتن نظر از دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی و ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت بی نتیجه بود. تنها یک نفر از کارمندان ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت به ذکر نامش به رادیوی آزادی گفت که سبب مرگ آتاجان دادابایف بیماری دل است و او را کسی شکنجه نکرده است. ولی نزدیکان آتاجان دادابایف باور دارند که سبب مرگ او شکنجه می باشد، چون به گفته آنها صبح وقتی که او را کارمندان میلیسا با خود بردند سلامتیش خوب بود و هیچ شکایتی نداشت. آنها میپرسند که چگونه ممکن است یک انسان سالم بعد از 15 ساعت بازداشت وفات کند. در تاجیکستان دادابایف یگانه نفر نیست که بعد از بازداشت از سوی کارمندان پلیس در شرایط مرموز می‌افتد. سالهای گذشته نیز چندین حادثه‌های مانند به این رسانه شده بود، از جمله قضیه عبدالرسول نظرف ساکن شهر کولاب که سال 2018 با گمان قاچاق مواد مخدر از جانب کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا بازداشت شد و بعد چند ساعت در بیمارخانه درگذشت. نزدیکان او هم باور دارند که عبدالرسول نظرف از شکنجه رفته است، ولی مقامات تا حال نتیجه های تحقیق این پرونده را اعلان نکردند. شکنجه و بدرفتاری نسبت بازداشت شده ها یکی از مشکلات دیرینه مقامات قدرتی تاجیکستان گفته می شود. مقامات گفتند با این پدیده مبارزه به امان دارند و یکی از هدف‌های اساسی اصلاحات در صف میلیسا هم از بین بردن شکنجه می باشد. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه. کمیته ملی المپی توجیکستان خبر داد که در دوشنبه 12 سپتامبر با شرکت پهلوانان از 13 کشور دومین مسابقه بین‌المللی اوید به کشتی ملی برگزار می شود. رقابت‌ها در 5 وزن میان مردان و در یک وزن یعنی 65 کیلو میان زنان صورت می گیرد. غالبان هر 6 وزن با شوخ‌جایزه‌ها اتومبیل سبک‌رو مکافانیده می شوند. همچنین برندگان مدال‌های نقره سویب $3000 آمریکایی و برندگان مدال‌های برنجی سویب $1500 می گردند. بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاری شوی دیگر چون همیشه در وبسایت رادیو آزادی و در یوتیوب گذاشته میشوند. فردا شما را با خبرهای تازه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.